سلام بچه ها، چطورین؟ به یه ولاگ دیگه با من خیلی خوش اومدین. اینجا رفتیم صبحونه، یه جایی بود سمت جاده چالوس که خیلی جاش قشنگ بود، صبحونش هم خوب بود، محیطش هم که خیلی عالی بود واقعا. بعدش هم اومدم خونه یه دوش گرفتم چون با مامانم قرار داشتیم بریم برای ناخونامون. یا ابوالفضل سلام. قد با هم خوشگل شده، شبیه اسمارتیست شده. منم که نخونه پامو اومدم همین رنگی کردم. خوش گذشته به تا الان؟ چی اینجوری میگی؟ هم چی میگین گو رفتیم شهر بازی؟ یک دو تنها نبود. تنها نبود بابا. چون الکی به مردم تهمت میزنی؟ استغفرالله. خیلی تنها بوده، پسرش رو دعواشون شده. بچه ها من اختلاف سنی با مامانم 20 ساله، 19 یا 20. بعد ما خیلی رفتیم با هم دیگه. بعد از اینکه کارمون تموم شد رفتیم سمت سامهوم، میخواستیم یه ذره ببینیم چه خبره و اینا. یه تور سامهوم گردی هم داریم که تو ادامه میبینید. بچه راستی دقت کردین اولین حضور مامانم تو ویدئوم بود. خدایی هم خیلی خوب همکاری میکنه، خودش هم مثلا دوست داره، دمش گرم. بچه بخوام نظرمو در مورد سامهوم بهتون بگم، من بیشتر از میز و مبل و ایناش خوشم اومد. چیزای دیگهش تک و توک توش خوب بود. به نظرم قیمتاش هم از جای دیگه خیلی بالاتر بود. بعدش هم رفتیم نشستیم یه کافه، چون که مثلا اون روز نهار نخوردم به خاطر اینکه خیلی صبحونه سنگین خورده بودم. رفتیم قهوه خوردیم و کیک. اینم از ویو که خیلی خفن بود، ویو کافه. بچه ها ممنون میشم منو سابسکرایبم کنید، ازم حمایت کنید، زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای دیگه هم با خبر بشید. اینا رو ببینید چقدر نازن، دم خونه مامانم اینا بودن، چقدر سیان. بچه ها تا ویدیو بعدی، خداحافظ.